салом дӯстони гиромӣ ҳаводорони забонҳои хориҷӣ алалхусус забони туркӣ. Selam arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz, hoş geldiniz. Bugün 27. ders. 27. ders. İmroz dersi 27 است از سلسله درس‌های ترکی در 99 روز. خب در درس گذشته شما شاهد بودین که اینجا رو گرفتیم و این کلمه ها که تمرین ها رو کار کردیم و جواب های مناسب رو یافتیم. خب امروز که باشد از اینجا آغاز میکنیم. تمرین قسمی ج میگه که aşağıdaki resimleri inceleyiniz. رسم های زیرین رو از نظر بگذارونین. از نظر بگذارونین، تحقیق کنین. یعنی تحقیق کنین، از نظر بگذارونین. Cümlelerin yanına در پهلوی cümle ها doğru همون علامت درست doğru باشه اگر درست yanlış اگر باشه خطا یعنی علامت خطا یعنی کرست yazınız یعنی نویسید. خب میرویم کجا میرویم؟ به سراغ رسم ها میرویم. خب اینا رو نزدیک بیاریم که تو که ببینیم که چی نوشتگی هستن، چون که بعدش بسیار مایده نوشتگی هم. خب lezzetli gözleme. خب gözleme نامی شاید یکون فطیر است یا خوراک است یا یکون مثلا نان است یا که طعام است. یعنی gözleme یعنی lezzetli gözleme گفته یعنی یک نامی همون طعام یعنی gözleme یعنی gözleme با لذت مثلا ترجمه می شود. ما شما میدونیم که نام های طعام ها ترجمه نمیشن. مثلا یک کس بیاد که یکون انگلیچن یا یکون ترک یا یکون روس بیاد که شکراب با روسی چی میشه؟ شکراب میشه. دیگر یعنی شکراب، قروتاب اینها نام های طعام ها ترجمه نمیشن. بنابراین gözleme با لذت. هفته ایچی خب قلم بگیریم. هفته میشود. هفته ایچی همون روزهای کاری را میگن. یعنی روزهای کاری از دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه همین ها رو هفته ایچی میگن. در زبان روسی اگر خطا نکنم بود نمیشود، بود نمیشود یا که بود نمیشود هم خیلی. خب اگر خطا بوده اون کس در زیر کامنتر نویسن. یعنی روزهای کاری را بود نمیگن و روزهای استراحت را ویکند میگن اگر خطا نکنم. خب روزهای کاری یا که روزهایی که داخل هفته هستند ایچ گفته اصلا داخل می شود. روزهای داخل هفته از ساعت 9 تا ساعت 12 کار میکنن. یعنی 9 saat 9'dan 12'ye kadar yani kuşoda است مثلا. hafta sonu ana همون روزهای استراحتی رو میگن. هفته میشود sonu آخر یعنی پایان هفته، آخر هفته. خب از ساعت 10 تا ساعت 9 کار میکنن. یعنی ondan 21'e kadar مثلا. از ساعت 10 تا ساعت تا ساعت چند بود؟ 9. خب چارباجی گفته شورباچی را میگن. یعنی خیلی در خدمت هست مثلا که تراکتورچی، مهندس. خب بعضی کلمه ها هستن که اگر چی بمونیم پس همون وظیفه همون یا کسبی همون را دلالت میکند. چارباجی گفته شورباچی را میگن. یعنی کس بگیم که آشپزه که دایم شوربا میپزد. صباحا kadar açığız. یعنی تا سحر کشاده هستیم. یعنی از این فهمیده میشد که 24 ساعته کار میکرد. یعنی فقط روز کار نمیکرد است، تا سحر کشاده است. این گفته 24 ساعته. İstanbul'dan adalara. İstanbul خب شهر استانبول دان از می شود. یعنی از استانبول ادا جزیره می شود، لار جزیره ها می شود. لار جزیره ها ای که بعد از لار آمدگی است با می شود. یعنی از استانبول با جزیره ها. یعنی در استانبول جزیره های هست که در بین بحر مرمره هست. یعنی از همون میگم که طرف استانبول بودگی یعنی ایمینیوم یا که از طرف اروپای آسیایی یعنی به همون جزیره ها کشتی ها میبرن میارن مثلا مردم. هر ساعت باش گفته سر میشود. سر
یعنی سری هر یک ساعت وپور سفرleri یعنی کشتی ها سفر میکنن. یعنی سفر کشتی ها سری هر یک ساعت هست. مثلا ساعت 8 میره کشتی است، سوار میشه میره ساعت 9 کشتی است، ساعت 10 کشتی است و همین طریق. خب این کتاب مثلا شاید چند سال پیش نوشتگی باشه، حاضر هر ساعت نیست، هر یک بگیم که 15-20 دقیقه بعد یا هر یک نیم ساعت بگیم که کشتی است. خب اینجا پazar günleri kapalıyız. Yani روزهای بازار محکم هستیم، یعنی بسته هستیم. این سن ترزیه، این شرکتی دوزندگیه. پاپاتیا املاک این نامی همون شرکتی چی هست؟ خانه فروشی هست. Ofis dışındayım. Ofis dışındayım yani yarım saat sonra geleceğim. میگه در بیرون از ofis هستم، بیرون از دفتر هستم، نیم ساعت پس میبیایم. یعنی بعض وقت میره در بعضی دکان ها هم خیلی نزدیک است که حاضر نیستم، بعد از یک ساعت برمیگردم مثلا. همین خیلی چیزا هستن. خب اکنون ما رسما را خواندیم، ترجمه کردیم، در خاطر داشته باشید. معذرت. Evet. Selam. Evet. خب معذرت دوستان، یک زنگ تلفنی شد. خب اکنون اینجا تمرین ها را کار میکنیم و میخونیم کدومش درست است درست مینویسیم، کدومش نادرست است نادرست مینویسیم. Terzi hafta içi açıktır. Terzi hafta içi açıktır. یعنی جای دوزندگی روزهای هفته کشوده است. نمیخونه روزهای هفته کشوده است. بله فقط روز یکشنبه بسته بود. پس این رو درست میمونه. Çorbacı sadece sabahları açıktır. یعنی همون شورباچی یا همون شورباپز فقط سحر کشوده است. این نادرسته و در اونجا نوشتگی بود که تا سحر چی است کشوده است. خب cumartesi günü 9.30'da gözlemeci. Cumartesi günü 9.30'da gözlemeci. خب اینجا cumartesi میگد، اما در اینجا خب ساعت 10 ساعت 10 9.30'da gözlemeci نادرسته. پس اینجا را نادرست می نویسیم. نادرست. خب این davomش دایی پردازن kapalıdır. بله این درسته. kapalıdır درسته. اینجا تا ساعت 9 مثلا محکمه، برای که اینجا ساعت 10 شده میشید. saat 2.30'da vapura binebilir. Saat 2.30'da vapura binebilir. این نادرسته çünkü her یک saat اونجا کشتی می اومد. پس این هم نادرسته. این هم نادرست. Emlakçı dükkanda değil. این درست، یعنی در دکان نبود، در پشت دکان نوشتگی بود که بعد میاد. emlakçı همون دکانی که یا ofisi که بعد خانه فروشی سر کار دارد. Vapur İstanbul'dan kalkıyor. Vapur İstanbul'dan kalkıyor. Yani az İstanbul راه که میکند درسته، یعنی از استانبول طرف جزیره ها میرفت. Papatya emlak akşama kadar kapalı. اینش بگم که نادرسته. این خیلی معلومات در اونجا نوشتگی نبود. خب adalara vapur seferleri sadece hafta sonlarıdır. Yani میگه که فقط روزهای آخر هفته میگم که کار میکنن. اینش هم نادرسته، چون که اونجا نوشتگی بود که هر یک ساعت چی است کشتی حرکت میکنه. vapur گفته کشتی میشود. vapur کشتی، همون کشتی هایی که آدم میکشن، برنه آدم از این طرف میگیرن و اون طرف آدم میبرن. خب اینجا تمام به همین قدر. این بود درسی 27م. تا درس های نوبتی موفق و مؤید سربلند باشین. خب یگان گفتنی پیشنهاد داشته باشین در زیر شرح نویسین و گذاشتن لایک را فراموش نکنین و مهمان باشین باز مهمان تر شوین، یعنی ابونه شدن را فراموش نکنین. تا درس های نوبتی موفق و مؤید سربلند باشین. hoşça kalın. Güle güle. Görüşmek üzere.